با من همراه باشید تا با هم گشتی در شهرهای بزرگ عربستان بزنیم و ببینیم مردم این کشور چگونه از گاز استفاده می‌کنند. همانطور که در تصویر مشاهده می کنید، پلاک کامیون توزیع کپسول عربستانی است. لینک این ویدیو که توسط مردم عربستان ضبط و در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است را در کپشن ببینید. عاقبت مردم وقتی حاکم به آمریکا باج می‌دهد این است. المحل بكم؟ 20 وهنا؟ هنا 23. 23. يلا انتوا قولوا عندكم بكم؟ پول عربستان سعودی قدرتمند است، اما قادر نیست کپسول سنگین گاز را 4 طبقه بالا ببرد. 50 سال پیش شاه به آمریکا باج میداد و ملت ایران مثل امروز مردم عربستان سعودی لوله کشی گاز نداشتند. در اواخر حکومت پهلوی در سال 55 برق تهران 24 ساعت قطع می‌شد و مردم در سرمای زمستان 1 ماه منتظر کپسول بودند. لوله کشی گاز در ایران سالهاست به آخرین روستاهای کشور رسیده است. مردم عربستان در ابتدای راهی هستند که ما سالها پیش تجربه کردیم. وهنا؟